السلام علیکم و رحمت الله. خوش آمدید به که برنامه دیگه تان فقط بشنو. خانم یا کسی که چیکار چند کس نظر شده یا جواز نداره کار خوب نیست مثلا اینا رو انتشار میدیم به خاطر که کسانی میگن که مثلا عرب در خراسان یا شبه قاره دینا وجود نداره. عرب البته قدیمی که با تاریخ 1500 سال فکر که اینجا سکونت کردن. یک از این اشخاص بانو همای قریشی از کشور هندوستان فعلی می باشد که محل تولد و سنش این بازیگری که میبینی این در با نام خانم بانو همای قریشی است. از مشهورترین بازیگرای سینمای بالیوود کشور هند می باشد. دیگه سال تاشون 28 جنوری 1928 گفته شده. همچنان سنش فعلا 38 سال می باشه. محل تاشون دهلی نو است. دیگه زمینی فعالیت از این فعلا در سینما می باشه. اسمی برادرانش هم حسین قریشی، ثاقب قریشی بیادرایش می باشه. ثاقب قریشی همچنان نعمان قریشی اینا که از برادرانش می باشه. همچنان سمی خانمش به نام فکر کنم مناهیتا بود. مناهیتا قریشی بود یا آمنه قریشی آمنه قریشی بود فکر کنم. یه غلط نکرده باشم. دیگه هدف مزی بود یعنی ثبوت اعراب اصیل چند صد ساله در شبه قاره و خراسان سابق. یعنی بانو هما قریشی اسم میدانید با نام ازی در گوگل هما قریشی اکترس سرچ کنید و مشخصات درباره‌اش بخونید و در ما اثبات قوم اصیل خراسانی و سابق قوم عرب و قریش سادات در شبه قاره خراسان و کشورهای بنگلادش پاکستان اینجاست. یک جان تشکر. چنل رو لایک سابسکرایب همچنان با کامنت هایتان ما را حمایت کنید و شیر بسازید. تشکر.